گلکسی S24 و S24 پلاس ویژگی های هوش مصنوعی رو دارن، اما مشخصاتشون یک کوچولو بهتر شده. وزنشون 168 و 197 گرمه، طراحی تخت‌تر شده، اما به خاطر شبیه بودن به سری میان رده حداقل از دورون حس پرچمدار بودن رو نمیدن، اما هنوز دوست داشتنی ان. صفحه نمایش داینامیک LTPO تویکس 6.2 اینچ فول اچ دی پلاس 120 هرتز و 6.7 اینچ QHD پلاس 120 هرتز که هر دوشون حداکثر 2600 نیت روشنایی دارن. دوربین 50 اصلی، 12 اولترا واید و 10 تلفوتو با زوم اپتیکال 3 برابری دارن. سلفی هم 12 مگاپیکسلیه. باتری 4000 و 4900 که توان شارژ 25 وات و 45 وات دارن. تو آمریکا با اسنپ دراگون 8 نسل 3 عرضه میشن و متاسفانه تو بازار جهانی با اگزونوس 2400. تو این حافظه ها با قیمت پایه نسخه معمولی $799 و نسخه پلاس $999 عرضه میشن. من یاسرمو برام کامنت کنید شما سراغ نسخه اولترا میرفتید یا این دو تا مدل.